سلام دوستای محترم. این طبیعت زیبا بسیار قشنگ، هیچ دلکنده نمیدونه آدم که ازش فیلم نگیره. یعنی باید از این منطقه بلدشون فیلم بگیرم، در یوتیوب بیلم. شما دوستای محترمی که سیل مونین لذت ببرین، سعی کن طبیعت زیبای نروژ واقعا طبیعتی زیبا داره، خیلی سرسبز کوهایشی و فعلا در بین کوه دیگه، یعنی در منطقه هستیم که بسیار از شهر دوره، بسیار تقریبا 4 ساعت راه مو آمدیم دیگه. فعلا ببینیم کجا موریم و در کجا هستیم. باز نان چایش هر جای بودیم باز بلشیم گزارش میدیم. فعلا این موترهای که از کوه تا میشه بالا میشه، ولی خب سرکش دیگه مارپیچه، اگر مستقیم باشه خب هیچ امکان بالا شدنش نیسته، ولی خب سرک ها مارپیچه، بسیار راحت بالا میشه پایین میشه. موترها و اتوبوس ها رو میبینید دوستا، اتوبوس های بسیار سنگین در ایران میاموره، ولی خیلی طبیعت زیبایه. گرچه فیلم ها طولانی میشه، ولی خب دل آدم نمیه که از اینجا فیلم نگیره. امیدوارم که شما دوستای محترم که بیننده هستین از دیدن از این ویدیوها خسته نشین. اگر احیانا آمدنی شدین این طرف، همین توریستیکی نه که در گوگل سرچ کنین دیگه، همین منطقه توریستیکی که بیاین دیگه، از او پیش هرچی که آمده بیاین و طبیعت زیباتر شده موره و خوبتر شده موره و سرسبزتر شده موره. یعنی سردیش هم خوب است، نه زیاد گرمه نه زیاد سرده، خوب است، میانه است، نه زیاد احساس یخی مونی نه زیاد احساس گرمی، متوسطه. آبیه دوستای محترم، دوست دارم فقط این آب بنوشه، از این آب استفاده کنه. واقعا آبی زلاله، واقعا آب زلاله.
چی آبی، چی آبی. جایشم خالی. یک چند مشت از یهو خوردیم. خیلی آب تمیز، خیلی آب روان، آب صاف، آب طبیعی، واقعا طبیعی. جایشم دوستا خالی دیگه. که از آب باید نوش جان کنین شما. واقعا که میگه آب مایه حیات است، واقعا همین آب مایه حیاته. به آب زندگی کردن واقعا سخته. خوش به حال از این کشورها که با این آبی شفاف و تمیز و معدنی، آبی طبیعی، با این طبیعت زیبا، با این طبیعت زیبا، واقعا خوش به حال از این کشورها. گوسفندا را سعی کردن دو کمر میچره، هیچ نه چوپانیه نه کسیه، هیچ سرت آزاد، نه کس میگرده، نه کس اذیتش مونه، نه کس به قول وطنی دزدی مونه. اینه یک خانواده پاکستانیه، هندیه، اینا هم آمدن از دنبال از ما. اون گوسفنده اونجا میچرن، خوش به حالشان با این علف، با این سرسبزی. اون سرگونو تو مارپیج دوستای محترم. ممون اینجا موتورها را پارک کردیم. پارکینگ موقتیه دیگه، جای کمپین نیه که کمپین کنه بانیچ. واو خوش شدم ما که فقط فیلم بگیریم از این هوای تازه استفاده کنیم، از این طبیعت زیبا لذت ببریم، از این آب زلالش صاف که از دل کوه میه. از این آب باید استفاده کرد خورد. اون دوستای محترم، اینی بچه های ازمویه که رفتن در لب آبشار. اون مادر قدیره، مرتضی قدیر، خانوم چی، فهیمه، آیهان، فرهناز. صدای شرشری آب دوستان، لذت ببرین از این شرشری آب. آبم چی آبی، آبی که از دل طبیعت به، آبی تمیز و شفاف صاف.